دوست؟ آه شاید من تو رو دوست نداشته خیلی من تو رو چی دارم؟ مادر جان است مادر جانمش ای خدای بشیرگه نازی جان سلام نازی جان ماجا جان تو ما دوست که من اوکی من تو رو دوست دارم جان مادر خود تو همه زندگی مادر هستی تو همه چیز مادر هستی اوکی آدمت نه خب نازی قصه کو بره دوستا سلام عزیزایم خوب هستین صحت شما خوب ماه مبارک رمضان بخیر تیر شده رایست انشالله بخیر تیر شوه و بخیر و بخوشی ها انشالله بخیر باشین شما چی حال احوال دارین صحتتان خوب است آشکا نازی جان تو خوب هستی آشکا های نازی ویت نازی جان دیگه جان مادر خود است نه شو خبی اوکی پلیز نازی جان دخترک گلم از نازی کت مای رمضان چی حال داری؟ خوب هستی روزه میگیری؟ نه چرا؟ و نجسمس نازی جان دیگه خداوند ببخشه دیگه روزه نمیتونه بگیره و بعد از این روزه روام نیست منتها صبح میخیزه تا بال باور کنین 11:30 بجه روز است به کانادا تا حالا چای نخورده دیگه نه؟ نه چرا چای نمیخوری؟ اگه تو فکر من نایگه نه بچه نان بازار حال نیست جان مادر خود که ما برات اینم یال نان تیار کده در سر میز ماندم خدایا نمینگه بچه جان سایی ماتا نه کار غلط که میکنی با ساری نگو دیگه اگه من تو فکر نه من نمیخوایم تو به هیچ کس بگویی کل چیز از دست خودتو میایه سپربره بخیر که نازی تو بسیار بازیگان وقت دختر بد میشی اشم نازی جان جان مادری خود گل موری میفهمین دوستان من نازی رو به حد دوست دارم نازی واقعا دختر میره بالا صبح که میخیزه از این خواب که بیدار شد یک بار میآیه سلام میته بغل میکنه باز میره در تشناب باز پس میآیه مویایش منظم بسته کدگی منتها یک کمکی گرمی داره باید اون دیگه یک ذره بالا باز پوشیدن خود در این خانه دیگه اگر دلش نخواست نمیپوشه اگر دلش خواست میپوشه همه چیز به دل از این مربوط است جان باز میآید دیگه باز به پدر خود زنگ میزنه چون پدرش صبح بخیر میگه باز به برادر کلان زنگ میزنه و او رو میگه به من تو نان بیاری نان او هم از مکدانلدز دوست داره او رو مگه چپس شخ اصلا نمیخوره اگه بخوره یک نیم تا چپسایش بره سوه میته کلاش در فانتا تبدیل شده یعنی دکتر برزی اصلا اجازه نداده ما نتونسته رستیم که ایره چرنگ کرده من نازی جان چقدر پایان بشینم تو پایان نمیایی اینمی خانه خود فقط اینمی خانه خود دوست داره خلاص اینمی خانه خود بشینه اینمی خانه خود بی حد دوست داره دیگه تو خیلی کجا؟ صافی کردی خانه تا؟ نه بله؟ صافی کردی خانه نه تو اینگه من صافی کردم؟ من خیلی پسنگه تو نه ببین مادر صبحی بعد از سحری یک وقت آمد مادرم رای تو خو میکنم من بیدار بودم خونه ما فکر من در خانهش خونه کرده دروغه که بسوزه باز آمد که من خسته بودم و تا که من بعد از نماز صبح رفتم پالوی ازی مامی میگه ماجا چوبه که چوب پاپا جا خبزی که چوب میگه تو خبزی که تو بابا جا یه خبزی که میگه من خب میگه ماچ کردم نه تو
خب تو مویای من من مویای تو را ماچ کردم مادر جان چه مادر خود است. تو که خواب بودی من چقدر بعد از نماز تو را ناز دادم تو را اصلا به بغلم بسیکه گرفتم تو اوکی تو میگه قرار خواب بودی باز من خستم دیدم که تو خواب هستی من خانه تو را پاک کردم صافی کردم جارو کردم روی تختیویای تبدیل کردم تو خب آمدی دیگه خیستی نه قرار ششتی هنوز چای صبحم نخورد نه چاقی از این که در روزه بگیری بهتر است سام گفتم ماجا وای آدم شرم چرا کنم خب باید روزه بگیری سام گفتم ماتا چون مست خب دیگه بچه این باید این تو گپای تو باز مایرانه بخیر که هیچ هوا خوب نمیشه که ما بیرو باید بکشم نه بسته امروزم باران داریم چه رنگ میباره هنوز برف آسان او نشده و این شکر خدا رو میکنه که هوا خوب نیست ما بیرون نبرایم که یک ذره گرم شوه ما این روز نیم ساعت بگردم خب نازی جان کی را دوست داری؟ تو خب مرا خود دوست داری ایره خود میفهمم دیگه کی را دوست داری؟ اینکه اینکه شامپوگه آها مویای شامپو میده اترکتون خوبش است بسیار لق اینکه نه لق نیست من داخل من تو عطر لق نمیخرم دیگه که ما بمرم که به تو عطر لق بخرم من داخل نه با تو بیترین عطرها رو میخرم بیترین لباس رو میخرم بخیر که اکی ما تو فکر کنم نه که من بابا من نمیفهم ده این نان بازار چی است عزیزا نه یا اولادا چرا یک نان بازار خوش دارن با خدا دیگه نواسای ما یک قسم نان بازار خوش دارن کلگیش جان مادر مصطفی شمران آرمان 100 چیز مادرها پخته بکنن دخی سبزی و بانجان و قرمه را اینا نمیخورن یا باید بر از یا نان بازار باشه اونمو مرغ در خانه هندی چیز پخته کنین نمیخوره اما از اینجا میخوره عزیزای دلم امیدوار هستم که این ماه مبارک رمضان بخیر تیر بکنین و زندگی همه شما پر از خوشی ها باشه اگر خواست خدا باشه و دعای مرا خداوند قبول بکنه خداوند الهیم در خانه شما خیر و برکت بیاره دسترخوانایتان همیشه پر از غذاهای رنگ و رنگ با صحتمندی امرای حال اولادتان بچای ما زندگی بکنه زندگی بسیار زود گذر است همیشه قدر یک دیگر و فامیل بفهمین عزیزای مادرکایتان خداوند همیشه داشته باشه برتان دور است نزدیک است دعایش پشت سرتان است حتما انشالله دعا بکنین در این ماه مبارک رمضان نازی جان خداوند همیشه همه تو که با پناه خود نگاه کرده همیشه پناه خداوند باشه با هیچ کسی احتیاج و محتاج نشه دختر من یگانه دعای من امی است دختر بسیار خوب است بسیار معصوم است و بسیار پاک است بسیار بیگناه است عزیزای تشکر از شما یک جهان خدا حافظ ناصرتان خدا حافظتان